با این راهکار کارخونه کلاژن سازی پوستت به راه بنداز. تو این ویدیو میخوام که با روش های پپتاید سراماید بهتون کمک کنم که 10 سال جوانتر بشید و با تزریق پپتاید بتونید که پوستتون رو چندین سال جوانتر نگه دارید. البته همین اول ویدیو ازتون میخوام که اگر روشی استفاده کردید برای کلاژن سازی بیشتر پوستتون برام بنویسید و بنویسید که از چه روشی استفاده کردید. تو این ویدیو میخوام که روش تهیه سرم پپتاید و رژیم غذایی که کلاژن سازه را بهتون بگم. یک سری محصولات مراقبت پوست ارگانیک که داخلش پپتاید سراماید هست که به جوانسازی پوستتون کمک میکنه. آخر کلیپ هم یک سری رژیم غذایی بهتون میگم که دارای پپتاید فراوونه و میتونه به کلاژن سازی پوستتون و جوانسازی پوستتون کمک فراوان کنه. پس با من همراه باش و اگر تا الان کانالم رو دنبال نکردی اون دکمه سابسکرایب رو بزن، عضو کانالم بشو، زنگوله رو روشن کن که هر موقع که من کلیپ گذاشتم یا لایو داشتم براتون ارسال بشه. و برای اینکه پوستتون پپتاید آزاد کنه و کلاژن سازی کنه و پوستتون سفت و روشن بشه، یه روش درمانی با نور خورشید بهتون میگم که میتونید این روش رو امتحان کنید و نتیجه عالیشو ببینید. پپتاید مگر چی کار میکنه؟ وقتی که سلول های پپتاید نباشه پیام رسانی به مغز صورت نمیگیره که کلاژن سازی انجام بشه و الاستینه پوست انجام بشه و برای همین به مرور زمان پوست دچار افتادگی، چین و چروک و پیری زودرس میشه. بذار یه مثال برات بزنم. پوست ما مثل یه دیوار میمونه که ملاتی که بین اون دیوار هست کلاژن های اونه و وقتی که اون ملات از بین بره باعث میشه که اون دیوار هم خراب بشه و پوست ما هم همین جوره. وقتی که کلاژن سازی پوست کاهش پیدا کنه باعث چین و چروک و افتادگی و از بین رفتن پوست میشه. اما اگر کلاژن رسانی به پوست همیشه و مدام به پوست انجام بشه باعث محکم شدن پوست و اینکه دیرتر از بین بره میشه. حالا یک سری کرم های مراقبتی پوستی هستن که کاملا ارگانیکن و به شما و به پوست شما کمک میکنه که این پپتاید همیشه داخل پوست شما باشه و به کلاژن سازی پوستتون کمک کنه. که بریم ببینیم که این محصولاتی مراقبت پوستی که به پوست شما کمک میکنه که پپتاید پوستتون تأمین بشه و کلاژن سازی یه پوستتون افزایش پیدا کنه چی هستش. که یکی از این محصولات مراقبتی که کرم ضد چروک گاتیو هست که این کرم ضد چروک گاتیو دارای پپتاید و سراماید هست که 5 کار را برای پوست شما انجام میده. یکی این که جلوگیری از چین و چروک میکنه و این تنها کرمیه که میتونید که دور چشمتونم استفاده کنید، تیرگی دور چشمم از بین میبره و این کرم به بازسازی کلاژن پوست کمک میکنه و باعث میشه که پوستتون لیفت بشه، سفت بشه و به خاطر اینکه سرشار از پپتاید و سراماید هستش. اما شما اگر که این کرم را در کنار سرم لیفت گاتیو استفاده کنید، یعنی این دو تا کرم مکمل هم هستن، این دو تا کرم میتونه که
تمام چین و چروک ها، خط خنده‌ای که روی صورت شما ایجاد شده را از بین ببرد و باعث بشه که پوست شما 30 سال جوانتر بشه. چرا؟ به خاطر اینکه سرشار از پپتاید و سرامید هست و سلول های پپتاید و سرامید پوست شما را افزایش میده و باعث کلاژن سازی و کشسانی پوست شما میشه. و یه محصول دیگه هم هست، محصول کلاژن گاتیو هست که این کلاژن هیدرولیزه داخلش هست که به کلاژن سازی و افزایش کلاژن پوست کمک میکنه و کسایی که کلاژن پوستشون کاهش پیدا کرده، کلاژن سازی پوستشون کاهش پیدا کرده، این کرم را که استفاده کنن به کلاژن سازی پوستشون کمک میکنه و باعث میشه که دوباره جوانی و شادابی پوست خودشون رو به دست بیارن. این محصولات کاملا ارگانیک هستن، بارکد اصالت روی کالا هستش که شما میتونید که از اصل بودن این محصول اطمینان کامل پیدا کنید. و اما بریم با هم یک سرم آزاد کننده پپتاید طبیعی یا درست کنیم. خب حالا برای اینکه یک سرم طبیعی داشته باشیم که با اون بتونیم کلاژن سازی پوستمون رو افزایش بدیم، ما اینجا نیاز داریم به 3 قاشق غذاخوری گلاب. شاید بپرسید که چرا اینقدر مقدارش کم میگید؟ ببین دوست من، شما به خاطر اینکه مواد نگهدارنده و افزودنی به این محصول نمیزنید، برای همین یه مدت کمی میتونید داخل یخچال این سرم نگه دارید. برای همین مقدارش کم میدم، کم درست کنید، استفاده کنید، تموم که شد دوباره درست کنید. پس 3 قاشق غذاخوری گلاب و نصف قاشق غذاخوری عصاره جوانه گندم و 1 قاشق غذاخوری عصاره خیار که بهتون میگم این دوتا را چطوری میتونید تهیه کنید. و 1 قاشق چایخوری هم عصاره پوست انار. حدود 2 قطره روغن جوجوبا، در صورتی که روغن جوجوبا در اختیار ندارید، روغن آرگان یا روغن بادام شیرین هم میتونید استفاده کنید. و 2 قاشق غذاخوری ژل آلوورای طبیعی که خودتون میتونید سمزدایی کنید. من توی این کلیپ سمزدایی ژل آلوورا را کامل براتون گفتم. پس 2 قاشق ژل آلوورا هم بهش اضافه میکنید. حالا طریقه گرفتن عصاره جوانه گندم اینه که شما یا اینکه جوانه گندم رو خودتون میذارید جوونه میزنه گندم، یا اینکه آماده میگیرید و مقداری آب بهش اضافه میکنید که توی میکسر این بچرخه و یعنی مقدار خیلی کم، و بعد از اون میریزید توی یه پارچه و محکم فشارش میدید. تمام عصاره های ویتامین هایی که داخل این جوانه گندم هست را میکشید بیرون و آب اون رو میگیرید. این میشه عصاره جوانه گندم. تمام ویتامین های داخل جوانه گندم مثل ویتامین آ، ویتامین سی و ویتامین های گروه بی که داخل جوانه گندم هست آزادسازی میشه و شما میتونید 1 عصاره جوانه گندم طبیعی داشته باشید که شما یه عصاره فوق‌العاده دارید که این عصاره میتونه به پپتاید آزاد کردن پوستتون کمک شایانی داشته باشه. اما چطوری میتونیم عصاره خیار را بگیریم؟ عصاره خیار هم شما برای اینکه خیار را بهش سمهای فراوانی میزنن، اول حدود 2 ساعت بذارید داخل آب نمک تا تمام سمومی که داخل این خیار و پوست خیار هست را بگیرید و بعد از اون این خیار را با پوستش کاملا رنده کنید و همونا بریزید توی یه پارچه نخی یا یه پارچه توری و
کامل فشارش بدید تا عصاره خیار هم گرفته بشه و یک آبرسان خیلی قوی تهیه کنید. و برای عصاره گیری پوست انار هم همین کار میکنید. پوست انار رو اول میذارید 2 ساعت داخل آب نمک و بعد از اون با مقدار کمی آب میریزید داخل میکسر و کاملا میکسش میکنید و بعد از اون از یک پارچه نخی یا پارچه توری اونو ردش میکنید و کامل فشار میدید تا کلا عصاره اون در بیاد و بعد این ترکیب هایی که بهتون گفتم را کاملا با هم ترکیبش میکنید و که اینو میتونید 1 الی 2 هفته داخل یخچال نگه دارید و هر روز روی پوست تمیزتون استفاده کنید و به کلاژن سازی پوستتون کمک کنید. یه نکته مهم که باید بهتون بگم اینه که این عصاره‌ای که درست کردید حتما باید داخل شیشه های تیره و قهوه‌ای رنگ بریزید و داخل یخچال نگه دارید. شما میتونید که بمالید این ماسکا روی پوستتون و بذارید بمونه، یا این یه روش دیگه هم که هست و خیلی خوب نتیجه میده اینه که از این قرصای ماسکی سعی کنید نخی یا کتانش رو بگیرید. از داروخونه میتونید تهیه کنید، بگیرید و حدود چند قطره یا یک قاشق چایخوری از این محلولی که درست کردید داخل یک ظرفی بریزید و این قرص ماسکی رو روش بریزید و حدود یک قاشق چایخوری هم گلاب بهش اضافه کنید، بذارید بمونید تا این ماسک باز بشه و روی پوستتون بذارید و حدود 20 دقیقه به پوستتون رو استراحت بدید و بعد پوستتون رو شستشو بدید و بعد خودتون شاهد جوانسازی، کلاژن سازی پوستتون باشید. وقتی که این ماسک از صورتتون بردارید خودتون میبینید که چقدر پوستتون تغییر کرده. صورتتون مثل هلو گل میندازه و آبرسانی میشه و همون لحظه حس میکنید وقتی روی پوستتون دست بذارید خودت حس میکنید که چقدر پوستتون شادابتر و نرمتر و پرآبتر شده. اون اول کلیپ بهتون گفتم که با یه رژیم غذایی یا استفاده از یک دمنوش میتونید که به کلاژن سازی و آبرسانی پوستتون کمک کنید که میخوام طریقه درست کردن این دمنوش رو براتون بگم. غذاهایی چون فست فود، شیرینیات مصنوعی و اینها باعث التهاب پوست میشه و وقتی که التهاب باشه حتی پپتاید هم تولید بشه، این التهاب نمیذاره که به مغز هشدار کلاژن سازی بده و باعث میشه که پیری زودرس به سراغمون بیاد. اما با استفاده از این دمنوش شما میتونید که التهابات پوستتون رو از بین ببرید و باعث بشید که اون پپتایدی که داخل پوست هست هشدار کلاژن سازی به پوستتون بده. شما میتونید برای تهیه این دمنوش از نعنا و پونه و بابونه این ستا را داخل قوری دم کنید حدود 10 دقیقه و بعد نوش جان کنید. با این دمنوش میتونید که تمام التهاب های پوستیتون رو از بین ببرید. روش نور درمانی که اون اول کلیپ براتون گفتم اینه که وقتی که اول صبح که خورشید طلوع کرده شما برید و صورتتون رو حدود 5 دقیقه زیر نور خورشید قرار بدید و از نور خورشید استفاده کنید و تابش نور خورشید روی پوستتون باشه. این باعث سفت شدن پوستتون میشه، البته 5 دقیقه بیشتر نشه و این روش رو امتحان کنید و نتیجه عالیش رو ببینید. و
خوشحال میشم که اگر سوالی راجع به پوست و مو داشتید توی کامنت ها ازم بپرسید، حتما جوابتون رو میدم و برام بنویسید از کدوم شهر یا کشور دارید کلیپ منو میبینید و برای انرژی دادن به من لطفا دکمه سابسکرایب رو بزنید، اون زنگوله کانالم روشن کنید که هر موقع کلیپ یا لایو داشتیم بتونید ببینید و لایک هم یادتون نره. شاد و خرم و پیروز باشید.